رسول خدا آیت الکرسی میخوند قبل از خواب. آیت الکرسی 3 آیه است، مضامین فوق العاده مهمی داره. بعد به کدوم مضمون آیت الکرسی رسول خدا جواب میداد؟ نگاه کنید. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لحظه ای پلک نمیزنه. آقا الله لا اله کم کلمه ایه؟ لا اله الا هو. الحی القیوم کم کلمه ایه؟ حالا به کدومه که از این مضامینی که تو آیت الکرسی هست رسول خدا جواب میده؟ میفرماید خدایا تو شاهد باش من کافر به طاغوتم. انگار گرانیگاه این 3 آیه اینه، خدایا تو شاهد باش من کافر به طاغوتم، عبد طاغوت نیستم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین که زوری نیست، تبیین شده، آشکار شده رشد از غی. رشد در عربی یعنی راه درست، یعنی صراط مستقیم. قد تبین الرشد یعنی درست زندگی کردن. از چی؟ از نادرست زندگی کردن؟ نه. از چی؟ از غی. غی یعنی چی؟ ستم کردن. یعنی درست زندگی نکنی ستم میکنی، فرعون میشی، میخوای بردگی بکشی. قد تبین الرشد من الغی. غی خدا تو قرآن اینجوری داره صحبت میکنه، لعنه شاید اینجوریه. غی که معلومه چیه. مثلا به شما بگن که مسیر عرفانی ناب از مسیرهای دیگری که عرفانی یا اخلاقی یا معنوی است تشخیص دادنش خیلی سخت است، استاد میخواهد. خب باشه ابی نداره. اینجا قرآن میگه من این بحثا ندارم، برو کنار، من خودم دارم حرف میزنم با بنده ها. قد تبین الرشد من الغی. میفهمی؟ آره میفهمم، بچه هم میفهمه. غی یعنی چی؟ ستم. یه بچه‌ای به ستم کنی میفهمه. لا اکراه فی الدین. چرا اجباری در دین نیست؟ چون قد تبین نه اینکه انشاءالله پیامبر برای شما روشن خواهد کرد، مطالعه کنید روشن میشوید. آقا این که قطعا محقق شده. رشد از غی. غی که میفهمی یعنی چی؟ تجاوز. هر 10 دقیقه یک کودک توی من کشته میشه. غی نمیفهمی؟ قد تبین الرشد من الغی. حالا خدایا ممکنه ما نفهمیم، یک کمی توضیح بده. فمن، پس ببین، حالا برای توضیح بدم. این پس ربط داره به قسمت قبلی. فمن یکفر به طاغوت، کسی کافر بشه به طاغوت. چرا طاغوت؟ چون طاغوت غیه دیگه. طاغوت یعنی طغیانگر، غی یعنی ستم، طاغوت یعنی مال مردم خور. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. کسی که کافر به طاغوت بشه اول اینو میاره، بعد میفرماید ایمان به خدا. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. آقا تو کافر به طاغوت بشو، بخواه برده نباشی، آزاد بکن خودتو. خود به خود تو این راه به خدا احتیاج داری. خود به خود احتیاج داری، خدا رو چیکار کنی؟ بغل کنی. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اول کفر به طاغوت پیدا کن، بعد کفر به طاغوت پیدا کنی، بعد با طاغوت بجنگی دیگه. بچه‌ها می اومدن تو جبهه می جنگیدن، خود به خود زمینه ایجاد می شد برای ایمانشون به خدا. ایمان بچه‌ها تو جبهه چقدر به خدا می رفت بالا؟ کوه نور می شدن، آتش فشان می زد بیرون. آیت الکرسی 3 آیه است، مضامین فوق العاده مهمی داره. بعد به کدوم مضمون آیت الکرسی رسول خدا جواب میده؟ صدا میزنه رسول خدا میفرماید خدایا تو شاهد باش من کافر به طاغوتم. انگار گرانیگاه این 3 آیه اینه.